علما میگن انسان گناه میکنه بخواد یا نخواد، اما مهم گناه کردن نیست. گناه بده ولی انسان گناه میکنه. ولی بدتر از گناه 4 چیزه، اینو داشته باشید. 1 اصرار بر گناه. خود گناه بده ولی بدتر از خود گناه 4 چیزه. اگر اشتباه کردی به تذکر دادن دیگه اصرار نکن. اصرار بر گناه و تکرار گناه این از خود گناه بدتره. 2 توجیه کردن گناه. وقتی گناه کردی دیگه توجیه نکن. گناه استغفار میخواد، توبه میخواد، عذرخواهی میخواد، مثل بابا آدم. دیگه توجیه نکن. نگاه بر صورت خوبان حلال است، فلان حالا نمیدونم فلان، یه چیزی برای خودش داره توجیه میکنه. نه این اسمش این آب هویجه، این آب انگوره. گناه انسان میدونه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده یه خارشی تو دلت ایجاد میکنه، میدونی که این گناهه، این دل بیقرار میشه. طاعت و عبادت دل آروم میگیره. گناه انسان رو مضطرب میکنه، بیقرار میکنه، نگران میکنه، پریشان میکنه. هیچ آرامشی تو گناه نیست. پس بدتر از گناه 1 اصرار بر گناه، 2 توجیه کردن گناه. استغفرالله. تمام شد. 3 کوچک شمردن گناه. نگاه نکن که این گناه بزرگ کوچکه. نگاه کن کی داری نافرمانی میکنی. تو نافرمانی رب العالمین داری میکنی. گناه هر چند که کوچک باشه کوچک نشمار. یکم در بر بگردیم درباره ایمان صحابه بگیم. میگن صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم گناههای صغیری که ما انجام میدیم اونا کبیره حساب میکردن و فکر میکردن که زیر گناه اینطوری تصور میکردن که زیر یک کوه بلندی نشستن، با این گناهشون دارن کم کم زیر کوه دارن خالی میکنن. هر لحظه احتمال داره کوه بریزه رو سرشون. ولی میگن انسان منافق گناههای کبیره بزرگ میکنه، فکر میکنه یه پشه سبب رو بینیش نشسته. هیچ احساسی نمیکنه که یه پشه نشسته اینجا رو بینیش. احساس هم نمیکنه که سنگینی برش میکنه. و 4مین چیزی که بدتر از خود گناه آشکار کردن گناه و عربده کشیدن. چقدر بده که ستر خدا آدم بدره پاره بکنه. خدا تو رو داره ستر میکنه، میپوشونه. تو گناهی که شب تو خلوتت خودت با دوستانت توی خونه خالی جایی توی یک شهرستانی کسی هم نفهمیده، خودتون 4-5 نفر بودید، بعد بر میگردید تو کشور خارجی رفتید گناهی با هم کردید، حالا میاد اینجا توی جمعی 40-50 نفر داری با آب و تاب، با یه حال و هوای آب و تابی که بازگو میکنید، تعریف میکنید، عجب چیزایی بود، عجب. این دیگه مجاهره با گناهه. این خیلی بدتر از گناهه. اون کسی که یک گناهی کتره خودش خجول، خجالت داره میکشه، خداوند هم سترش کرده، اون امیدی هست. چقدر خداوند ما رو داره ستر میکنه. این ستر خدا، پوشش خدا رو پاره نکنیم. یه جوانی میگفت بابا مامانم رفتن مسافرت، من نرفتم، کلید دادن دست من، خانم خالی بود. پسرم مواظب باش، کسی دوستان خلافکار فلان. نه بابا خاطر جمع باشه، خیال راحت باشه. رفت. سبحان الله. دیگه ما شب نشینی هامون رو شروع کردیم. این کلید خونه، بابام رفته مسافرت بود،
تا 10-15 روز دیگه شاید نیان دیگه، بساطی و شرابی و خدا چطوری سترم کرد. خودش میگه این جوونو، میگه دوستان رفتن، بساط جمع شد، دوستان رفتن، سبحان الله ربع ساعت بعدش دیدم که کلید تو قفل چرخید. بابام یک کار اورژانسی براش پیش آمده بود، برگشتیم بدون که زنگ بزن، قفل چرخید، در باز شد. بابام پسرم، بله بابا، یعنی اگه این ربع ساعت زودتر می آمد چی می شد؟ ستر خدا اینطوری ها، چقدر ستر میکنه. یه تو خلوت کاری کردی دیگه نیازی نیست بازگو بکنی، تعریف بکنی با آب و تاب، خیلی خطرناکه. دوستان قوی تر همنشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. دوست خوب یک سرمایه است، خیلی کمک آدم میکنه. این دوست خوب میتونه پدر و مادر آدم باشه. دوست خوب میتونه برادرت باشه، بزرگتر، خواهرت. بعضی بچه های کوچک سبب توبه پدرانشون شدن، باور میکنه. بعضی دختر بچه ها سبب توبه مادرش شده. بعضی شاگردان سبب توبه استادشون شده. دوست خوب سبب هدایت دوستش شده. همسر خوب در زندگی واقعا یک سرمایه است. هیچ نعمتی بعد از نعمت ایمان معادل یک همسر مؤمن صالحی که همراهت باشه، همسفرت باشه، صبور باشه، تو فکرت باشه، کمکت بکنه. اینا هم میتونن. شوهر خوب برای خواهرها واقعا یک نعمت خوبیه. علمایی که هستن تو منطقه اگه خواهان تبدیلید، باید دوستانی که اراده تو رو و مکان و برنامه هایی که اراده رو از تو میگیره، تو محله نشستی همه عیاش و شرابخوار و لاتن، تو جا به جا بشو، مسجد هم نیستون دور برات، الحمدلله. حتی اگه شده اون خونه رو بفروش خونه دیگه، اگه خواهان حفظ ایمانتید و اخلاقتید و اینا برات مهمه، خیلی راحته اونجا بفروش، برو با همون یه جایی که نزدیک به برنامه های خوب باشه، مسجد فعالی باشه، دوستان خوبی باشن. خب امشب چی؟ دعای وارد شدن به مسجد خوندید؟ چی بود؟ بسم الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک، درهای رحمت تو باز. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. خداوند از ما و شما قبول بفرمایند و استقامت نصیب بکنه. یه دعای زیبایی که همین دعاها زیبا بود تو آخر دعایی که امشب خوندن، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس و ما قرب الیها من قول او عمل. همتون آمین میگفتید، فکر کنم میدونستید چی داره میخونه. و نعوذ بک من النیران و ما قرب الیها من قول او عمل. پروردگار ما از تو فردوس میطلبیم، جنت الفردوس، بهشت فردوس. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر وقتی از خدا بهشت طلبیدید، تقاضا کردید بهشت فردوس بطلبید، اعلاترین درجه بهشت. دعا این بود ترجمهش، خدایا ما از تو بهشت فردوس میطلبیم. شما میگفتی آمینا. و گفتار و کرداری که ما رو به فردوس تو نزدیک بکند، و ما قرب الیها من قول او عمل. و پروردگار رو به تو پناه میبریم از آتش جهنم و گفتار و کرداری که ما رو به جهنم و خشم تو نزدیک بکند. خداوند آخر عاقبت ما و شما به خیر خاتمه بشه. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید و السلام